به نام خدا، آموزش حسابداری رو در خدمت شما هستیم. بنده مجتبی کمانکش از شرکت داده پردازان ارگس هستم و آدرس سایت ما هم arges.ir هست. در این جلسه که جلسه اول هست، ما روی 2 نکته تاکید میکنیم، یعنی 2 نکته رو در این جلسه خدمت شما ارائه میکنیم. انتظار ما این هست که شما در پایان این جلسه این 2 نکته رو خوب یاد گرفته باشید. 1. تعریف و اهمیت حسابداری و 2. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری هست. تعریف و اهمیت حسابداری رو سیستمی یا علمی یا فنی معرفی میکنن که کار شناسایی، ثبت و گزارش اطلاعاتیه که مرتبط، قابل اعتماد، قابل مقایسه باشه تا به استفاده کنندگان کمک بکنه که بهتر تصمیم گیری کنن. قبل از اینکه وارد این تعریف بشیم و این تعریف رو بیشتر توضیح بدیم، اجازه بدید وارد یک بازی بسکتبال بشیم. فرض کنیم یک بازی بسکتبال در جریان هست و ما قراره که این بازی بسکتبال رو گزارش بکنیم، تمام رویدادهای اون رو ثبت بکنیم و در نهایت یک گزارش یا ریپورت یا وضعیت عملکرد تیم به تیم و بقیه افراد ارائه بدیم. با شروع شدن بازی ما شروع میکنیم به ثبت رویدادهایی که در این بازی اتفاق افتاده. ممکنه بعضی از رویدادها به این صورت باشن که ما یادداشت کردیم. مثلا میگیم در دقیقه 4 بازیکن شماره 9 به سمت سبد توپی رو شوت کرد که این گل شد. دقیقه 6 بازیکن 8 دوباره یه شوت میکنه و اون هم گل میشه. در دقیقه 9 بازیکن شماره 9 توپی رو شوت میکنه به سمت سبد که گل نمیشه و به همین صورت ما تا پایان بازی عملیات ثبت تمام رویدادهای ورزشی از قبیل شوت کردن، پاس دادن، تعویض، خطا و عملکرد بازیکنان رو چیکار میکنیم؟ ثبت میکنیم. در پایان بازی ما ممکنه چندین گزارش تهیه بکنیم و ممکنه یکی از این گزارشات به این صورت باشه که میایم میگیم شماره بازیکن، تعداد شوت، تعداد گل و درصد گل شدن شوت ها. مثلا بازیکن شماره 8 10 تا شوت زده، 5 تاش گل شده، پس درصد تعداد شوت هایی که گل شده رو 50% ثبت میکنیم. بازیکن شماره 9 از 8 تا شوتی که زده فقط 2 تا رو تونسته گل کنه، پس 25% پرتاباش به گل تبدیل شده. همونطور که به این جدول نگاه میکنید، ببینید در این جدول اطلاعاتیه که این اطلاعات مربوط به این بازی و این تیم هستن. ما اطلاعات متفرقه‌ای که ربطی به این بازی و این تیم نداره رو در داخل گزارش خودمون ذکر نکردیم. مثلا نمیریم سراغ بازی بین آمریکا و روسیه در المپیک 10 سال پیش و اون رو بیاریم در داخل این گزارش چیکار کنیم؟ گزارش کنیم. چون اون اطلاعات اون بازی مرتبط با اطلاعات این بازی و این تیم نیست. این اطلاعات قابل اطمینان هستن، قابل اعتماد هستن. چرا؟ چون بر اساس اسناد و مدارک موجود و ثبت شده گزارش شدن. و در نهایت این اطلاعات با اطلاعات قبلی این تیم و با اطلاعات تیم‌های دیگه قابل مقایسه است. پس 3 نکته مرتبط بودن این اطلاعات با این بازی و این تیم، قابل اعتماد بودن و قابل اطمینان بودن این اطلاعات و قابل مقایسه بودن رو ما در این گزارشی که تهیه کردیم رعایت کردیم. حالا چرا این گزارشات رو تهیه می‌کنیم؟ برای اینکه به مربی، بازیکنان و اسپانسر تیم یا به نوعی بگیم به استفاده کنندگان از این اطلاعات کمک بکنیم که تصمیمات بهتری بگیرن، برای بهبود وضعیت تیم و وضعیت خودشون تصمیمات بهتری بگیرن. حالا برمیگردیم به تعریف و اهمیت حسابداری. حالا تعریف ما به این صورت میشه که حسابداری سیستمی است یا علمی است یا هنری است که رویدادهای مالی یک شرکت رو شناسایی میکنه، ثبت میکنه و اطلاعاتی رو گزارش میکنه که این اطلاعات مرتبط با اطلاعات مالی همین شرکت باشن
بر اساس اسناد و مدارک ثبت شده باشند و قابل اطمینان و قابل اعتماد باشند و با اطلاعات قبلی همین شرکت یا با اطلاعات شرکت‌های دیگه قابل مقایسه باشند که به استفاده کنندگان از این اطلاعات کمک بکنیم که تصمیمات بهتری بگیرن. در اینجا دو تا نکته قابل ذکر هست. یکی این که ما گفتیم رویدادهای مالی یک شرکت رو ثبت میکنن. رویدادهای مالی یک شرکت چیا هستن؟ در این قسمت اجمالاً خدمت شما عرض میکنیم رویدادهای مالی چیزهایی هستن شبیه خرید کالا و اموال، فروش اونها، پرداخت حقوق، دریافت وجه از مشتری و مسائلی از این قبیل. در جلسات آینده ما تعریف دقیق این رو در علم حسابداری خدمت شما عرض میکنیم و بر اساس اون مثالهای خیلی زیادی رو خدمت شما ارائه میکنیم. نکته دوم گفتیم استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری. اینجا سوال پیش میاد که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری چه افرادی هستند؟ کیا هستند؟ اطلاعات حسابداری مورد استفاده دو گروه قرار میگیره. اول استفاده کنندگان داخلی مثل تیم مدیریت، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره، مثل بخش فروش، مثل حسابرس داخلی و مثل قسمت بودجه بندی. مدیریت از اطلاعات حسابداری استفاده های زیادی میکنه، از جمله اینکه بفهمه برای این ماه و ماه آینده امکان پرداخت حقوق رو داره، وضعیت نقدینگی شرکت در چه حدی است، آیا میتونه سرمایه گذاری جدیدی در بخش های دیگه ای انجام بده یا نه، امکان سرمایه گذاری وجود نداره. میخواد ببینه که شرکت در وضعیت سوددهی یا در وضعیت زیاندهی و سایر استفاده کنندگان هم برای خودشون از اطلاعات حسابداری نیازهاشون رو چیکار میکنن؟ برآورده میکنن. دسته دیگه استفاده کنندگان خارجی هستن که این استفاده کنندگان خارجی افرادی هستن که در داخل شرکت ما کار نمیکنن. مثل کیها؟ مثل دولت، مثل بانک ها، مثل مشتریان، حسابرس خارجی. دولت از اطلاعات حسابداری و مالی یک شرکت استفاده میکنه تا بدونه که چقدر باید از این شرکت مالیات بگیره. بانک ها برای اینکه یک وامی رو به یک شرکت پرداخت بکنن از اطلاعات مالی و حسابداری اون استفاده میکنن تا ببینن که این شرکت امکان بازپرداخت اقساط وام رو داره یا نه. مشتریان وقتی که میخوان با شرکت قرارداد ببندن میرن سراغ شرکت هایی که معتبر باشن، یعنی اطلاعات مالی و حسابداری اون شرکت رو بررسی میکنن ببینن با این شرکت قرارداد ببندن یا نه. و حسابرس‌های خارجی که در نهایت باید اطلاعات مالی و حسابداری یک شرکت رو بررسی کنن و صحت اون اطلاعات رو تایید بکنن. در اینجا جلسه اول آموزش حسابداری ما به پایان میرسه. ما در جلسه آینده سراغ معادله حسابداری و استفاده از معادله حسابداری در نرم افزار خواهیم رفت و یک نرم افزار رو خدمت شما معرفی میکنیم که در طول این دوره با اون نرم افزار کار خواهیم کرد.